سلام، من بهرام آریامنش هستم، مشاور مدیر عامل شرکت فناوری رومی سپهر آیدا. همونطور که طی 1.5 سال اخیر شما متوجه پیشرفت‌ها و طرح‌های شرکت فناوری شدید، متوجه شدید که شرکت فناوری رومی سپهر آیدا مجری تکنیک V2C هستش، یعنی ویور تو کاستومر. دوستان، چه تو بحث اقتصادی، چه تو بحث فرهنگی، چه تو بحث اجتماعی، چه تو بحث مذهبی، فناوری وب3 VR و AR جهش بسیار زیاد و سرعت العمل بسیار زیادی به تمام افرادی میده که قصد دارن حالا تو هر لاین اختصاصی خودشونا به بالاترین سطح لول کاری خودشون برسونن. به عنوان مثال ما تونستیم طی حدود 3 ماه گذشته چند طرح زنجیره ایجاد کنیم که خدا را شکر به حمدالله طرح‌های ما به بهترین شکل ممکن رونمایی شد، که مورد اولیش طرح زنجیره‌ای معرفی شهدای عصر جدید مقاومت بود که در آرانوی دور ما استارت این موضوع رو زدیم با همکاری ریاست محترم بنیاد شهید، مسئول فرهنگی بنیاد شهید، و یک پروژه بسیار شیشتونگ عالی به تولید و بهره برداری رسید که در جای بسیار باشکوه و یک رونمایی باشکوهی از این پروژه انجام شد که در حضور فرماندار محترم شهرستان، فرمانده سپاه، امام جمعه محترم شهرستان و جمعی از مسئولین اداری رونمایی شد که حالا در انتها گزارش خبری موضوع رو که توسط حوزه یکی از معتبرترین رسانه‌های خبری هست ارائه میدیم. در بحث طرح زنجیره‌ای معرفی شهدای عصر جدید مقاومت ما در از 5 طرح رونمایی کردیم که اولین طرح زنجیره‌ای معرفی شهدای عصر جدید مقاومت در آران بیتگل بود. ما در 12 فاز قراره که این مسئله رو ازش رونمایی کنیم. فاز اول ساخت نمایشگاه بود بسیار زیبا که داخل اون نمایشگاه شهدای سال 1404 1405 با بالاترین کیفیت به نمایش گذاشته شدن. 2 ویدیو در آنجا قرار داره که یک ویدیو گلزاری شهدای شهرستان آرامیدگل نشون میده، یک ویدیو سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علیرضا فرهنگ امام جمعه محترم شهرستان و ریاست محترم بنیاد شهید مشترکاً در مورد فناوری و شهدا صحبت میکنن. جدای از این موارد ما اومدیم معضل ارتباط با مسئولین از طریق فناوری حل کردیم. به چه شکل؟ شما زمانی که داخل خود نمایشگاه میشید 3 گزینه داره ارتباط با مسئولین که پایین اون گزینه ها یه گزینه کلیک نمایید وجود داره که زمانی که کلیک میکنید با خود مدیر یا خود مسئول مربوطه در بالاترین سطح به صورت تلفنی ارتباط مستقیم با موبایلش میگیرید. خب خودتون میدونید که یکی از دلایلی که گاهن نمیگم خدای نکرده کسی زیر سوال بره یا خدای نکرده توهین به شخصی باشه، گاهن مردم نمیتونن ارتباط مستقیم با مسئولین بگیرن، وجود یک بوروکراسی طولانی و عرض طویله.